بعد از نزول اولین آیات قرآن مجید در غار حرا در کوه نور، رسول الله صلی الله علیه و سلم پریشان و نگران، مضطرب، دوان حرکت کردن به سوی مکه مکرمه. حرکت کردن از کوه نور به سوی کوهی بزرگتر، به سوی کوه صبر و استقامت، به سوی خانه خدیجه کبرا رضی الله عنها. همون کسی که همیشه در زندگی قبل از اون در مشکلات، در سختی ها، در پریشانی ها، در نگرانی ها به پیش اون مراجعه میکردن، این دفعه هم بهترین مونس و همدم و همیار و همراه خدیجه کبرا است. رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون رو به خدیجه کبرا رسوندن تا این اتفاق، این حادثه مهم، این اتفاق عجیب رو به گوش ایشون برسونن. وقتی وارد میشن سریع میفرمایند زملونی زملونی، دثرونی دثرونی، من رو بپوشون، من رو بپوشون. خدیجه کبرا رضی الله عنها، بانوی بزرگوار اسلام، یک بانوی حکیمه، یک بانویی که در سختی ها، در فراز و نشیب زندگی تجارب فراوانی داره. از شخصیت همسر خودش رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا آگاهی داره. در 15 سال زندگی مشترک با اون تا قبل از اون روز کاملا اون رو میشناسه و خود این بانو هم بانوی فرهیخته است. میدونه که الان وقت سینجین کردن نیست، میدونه که الان وقت پرسش و پاسخ نیست، میدونه که الان وقت پریشان شدن و نگران شدن نیست، بلکه الان باید فقط تابع امر باشه، بلکه الان باید شرایط همسر خودش رو درک بکنه. الان همسر پریشان و نگران آمده و میگه من رو بپوشون. پریشان نمیکن همسر خودش رو بیشتر از این، سریع تابع امره. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میپوشانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی آرام شدن جریان رو برای همدم خودش، برای مونس خودش تعریف میکنه. خدیجه کبرا رضی الله عنها وقتی که از این اطلاق، از این اتفاق، از این حادثه مهم با خبر میشن، اولین کاری که میکنن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دلداری میدن، نه فقط با حرف، بلکه حرف هایی که برگرفته از یک واقعیته، بلکه تعابیری که در زندگی رسول صلی الله علیه و سلم جریان داشته و جاری بوده در سالهای گذشته. والله لا یخزیک الله ابدا، ای پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که جملات رو میگن، وقتی بیان میکنن که من برای خودم احساس خطر میکنم، خدیجه من میترسم، بر خودم نگرانم، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اولین بار با فرشته وحی در غار حرا تک و تنها مواجه شده و پریشانه و نگرانه و مضطربه، هنوز باور نکرده این اتفاق رو، هنوز نبوت خودش رو یقین کامل پیدا نکرده. خدیجه کبرا رضی الله عنها در جواب این نگرانی، این اضطراب، این پریشانی میفرماید قسم به ذات الله که شما را الله تعالی هرگز خوار نخواهد کرد. شما کسی هستی که صله خویشاوندی رو برقرار میکنی، شما کسی هستی که راستگو هستی، شما کسی هستی که مساکین رو یاری میکنی، شما کسی هستی که همیشه در راه حق یار و یاور حق و حق گویان و حق جویانی، شما کسی هستی که میهمانهای خودت رو پذیرایی میکنی، شما کسی هستی که از مسکینها و درمانده ها یاری میکنی و دست اونها رو میگیری، بار دیگران رو بر دوش خودش میکشی. این همه صفات خوب، این همه فضایل اخلاقی نیک چگونه میشه الله تعالی همچین انسانی رو ضایع بکنه؟ پروردگار چطور میشه همچین انسانی رو بیاد و تنها بگذاره و اون رو تباه بکنه؟ ببینید خدیجه از چی میگه؟ از اخلاق پیامبر میگه. خدیجه از روابط اجتماعی پیامبر میگه. خدیجه نمیگه که تویی که خیلی نماز میخونی، تویی که خیلی گوشه نشینی میکنی، تویی که خیلی تو فکر مخلوقات خدایی، تویی که خدا رو شناختی. نه، خدیجه میاد اون چیزی که پیامبر رو لمس کرده تو جامعه، بزرگی پیامبر، خوبی های پیامبر، اون چیزی که همه دیدن، اونا رو داره گوشزد میکنه. تویی که این همه خوبی ها داری، هرگز خدا تو رو ضایع نمیکنه. بعد از اون نه تنها با الفاظ خودش، نه تنها با یادآوری صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون رو دلداری میده، بلکه گام در مسیر عمل میگذاره. این حرکات، این حرفها رو عملی هم شروع میکنه برای تثبیت،
برای تحکیم بیشتر، برای اعتماد سازی بیشتر، برای قوت قلب بخشیدن بیشتر به رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیش پسر عموی خودش میبره، به پیش اون شخصی که مورد احترامه، مورد قدره، مورد در جایگاهی قرار داره که میتونه نظر بده، اهل مشوره است، کسی که حرفش حرفه، کسی که از کتاب‌های آسمانی گذشته خبر داره، کسی که مطالعه داره، کسی که از ادیان گذشته مطلعه، کسی که خودش تورات رو و انجیل رو داره ترجمه میکنه به زبان‌های دیگه. این شخص انسان مسنی است که دارای وجه است، دارای جایگاه در جامعه مکه اون روز. پسر عموی خدیجه کبری است، ورقه ابن نوفل. خدیجه کبری رضی الله عنها خودش هم همراه میشه با رسول صلی الله علیه و سلم، همراهی میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم را در کل مسیر زندگی همراهش بوده، در سختی ها، در خوشی ها، در فراز و نشیب، در پیچ و خم زندگی همیشه همسر خودش رو تنها نگذاشته. امروز هم همراه اونه، در این شرایط بحرانی به همراه اون پیش ورقه میرن. ورقه ابن نوفل، ورقه بیان بکن، بگو ببین پسر عموی تو جریانی رو دیده، اتفاقی بر اون افتاده، نظر تو چیه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از سیر تا پیاز اون چیزی که تو غار حرا اتفاق افتاده اینو برای واسه ورقه تعریف میکنه. ورقه میگه این همون فرشته ایه که واسه موسی می اومد، این جبریله. ای محمد تو پیامبر خدایی. ای کاش. ورقه پیرمرده، کور شده، احساس میکنه که روزای آخرشه. میگه ای کاش من زنده باشم اون روزی که خدا تو رو به عنوان پیامبرش معرفی میکنه. اگه در اون روز من زنده باشم کنارت وای میسم. روزی که مردم تو رو از این شهرت بیرونت میکنن من کنارت وای میسم، ازت دفاع خواهم کرد. ببینید ورقه هنوز میدونه که نبوت نرسیده، اما میگه اگه باشه من باشم در کنارتم. مردونه. همین مردانگی ورقه است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعدا به ما گفتن که به ورقه بعد نگیدا، ورقه تو بهشته. من ورقه رو تو بهشت دیدم. ورقه با همین نیتش، با همین عزم و اراده راستینش رفت به بهشت. پیامبر وقتی حرفای ورقه رو شنید تعجب کرد. من محمد امین، منی که همه دوستم دارن، منی که گل سرسبد مکم، امکان داره منو مکی ها از شهرشون بیرون کنن؟ او مخرجی هم، آیا منو بیرونم میکنن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم این تعبیر، این جمله گویی براش عجیب تر از شنیدن جملات جبرئیل علیه السلام. محمد امین، سردار مردم مکه. اگر در بین مردم مکه به هر فردی از افراد مکه گفته میشد یک نفر رو نام ببر به عنوان بهترین، یقینا اون نفر محمد صلی الله علیه و سلم، محمد امین بود. محمد همون جوانی که مردم حاضرن به چشمان خودشون در دیدن شک بکنن، اما به گفته ها و دیده های رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد مکه شک نمی کنن. این جوان، صادق ترین جوان مکه، رشید ترین جوان مکه، جوانی که هوش از سر مردم مکه رو بوده، این جوان چگونه ممکنه که یک روزی همین مردم که امانتهای خودشون رو پیش اون میگذارن، همین مردم که حتی حاضرن ناموس خودشون رو پیش اون امانت بگذارن، این مردم اون رو از این شهر اخراج بکنن؟ چگونه ممکنه؟ مگر همین انسان همون انسانی نیست که برای بازسازی این کعبه مکرمه در اون بحران گذاشتن سنگ حجر جلوی خونی رو گرفت، خونریزی رو گرفت که نزدیک بود جنگ دیگری رو در مکه مکرمه آغاز بکنه؟ مگر این محمد مصطفی نوه عبدالمطلب حافظ کعبه نیست؟ مگر این جوان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم همان جوان رشیدی نیست که مردم مکه او رو محمد امین صدا میکنن؟ شنیدن این تعبیر برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، این جمله که یک روزی اینها تو رو اخراج میکنن از این شهر، جای تعجب داره. او مخرجی هم، اینها من رو اخراج میکنن؟ من؟ در جواب ورقه، محمد به خدا قسم هیچ کسی با آن چیزی که تو آوردی نیامده مگر این که دشمنی ها بر ضد اون شروع شده، مگر این که مردم اون قوم
مردم اون سرزمین بر ضد اون بلند شدند و قیام کردند. اگر زنده باشم از تو حمایتی جانانه خواهم کرد، با تمام وجود تو رو حمایت خواهم کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار همسر بزرگوارش خدیجه کبری رضی الله عنها کم کم با نبوت انس میگیره، کم کم نبوت رو یقین کامل پیدا میکنه بهش و حالا باید پا بگذاره در مسیر دعوت. خدیجه کبری رضی الله عنها نه تنها ایمان میاره به رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه تنها اولین فردی است که مسلمان میشه در امت، نه تنها اولین کسی است که پشت سر ایشون نماز میخونه، بلکه در کل زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تنها نمیگذاره. این بانو همون بانویی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی تمام مردم من رو تکذیب میکردم اون من رو تایید کرد، وقتی که مردم به من ایمان نیاوردن اون به من ایمان آورد، وقتی که مردم فرزندان خودشون رو از آمدن به پیش من میکردن اون الله تعالی از طریق اون به من فرزند داد، وقتی که مردم مال خودشون رو از من دریغ میکردن اون با مال خودش از من حمایت کرد. خدیجه کبری بزرگبانوی مکه، طاهره قبل از اسلام، در دوران جهالت شهر مکه این زن، این بانو پاکیزه زیست، پاک زیست، ثروتمند بزرگ مکه ثروت خودش رو به پای رسول الله صلی الله علیه و سلم خرج کرد در راه دعوت، در راه رسیدن به رضایت رسول الله صلی الله علیه و سلم و قبل از اون رضایت الله متعال در نشر دعوت. خدیجه در همه حال کنار پیامبر خداست. خدیجه بزرگ، همونطور که میگن اگه مرد جامعه رو میسازه این زنه که مرد رو میسازه. پشت هر مرد بزرگی یه زن بزرگی است. زن یک دعوتگر، زن یک مؤمن باید خدیجه وار باشه. زنای بشریت باید به خدیجه افتخار کنند. خدیجه نیم ایمان، نیم اسلام، کسی که تو خونه کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. پشت صحنه اسلام خدیجه بود. خدیجه ای که پیامبر رو آماده می کرد، خونه رو آرامش، محل آرامش پیامبر قرار میداد. خدیجه ای که پیامبر رو آماده می کرد تا بره تو جامعه پیام خداشو برسونه. خدیجه هرگز نقنق نکرد. خدیجه هرگز صد راه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نبود. این خدیجه بزرگ، این خدیجه ای که سختی ها کشید، این خدیجه جبریل میاد از جانب خدا، جبریل میاد از جانب خدا میگه ای محمد سلام خدا رو به خدیجه برسون. خدا واسه یک خدیجه سلام میفرسته. این خدیجه بزرگ و خداوند در زمین به خدیجه مژده میده، مژده میشه به قصری از آرامش. خدیجه تو زندگی سختی ها زیاد کشیده، باید در آخرتش آرامش داشته باشه. قصری که با تقواش، با عملش، با کنار پیامبر بودنش، با ایمانش واسه خودش به دست آورد. اینه خدیجه کبری ام المؤمنین، مایه افتخار همه مؤمنان و به خصوص خانم ها رضی الله تعالی عنها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. از وقتی که پیامبر جبریل رو در غار حرا دیده بود، بعد از اون خبری از جبریل نشد، مدتی جبریل نیومد. عشق و علاقه شدیدی در پیامبر به وجود اومده بود. این که بود؟ چه بود؟ چی شد؟ همیشه پیامبر عشق و علاقه داشت که این موجود رو دوباره ببینه. درسته پیامبر وحشت کرده بود بار اول، اما عشق در اون شعله ورتر میشد، میخواست به جبریل باری دیگه برسه. یه روز از راه که می اومد تو صحرا صدایی رو شنید، به بالا نگاه کرد. خدای من، جبریل، همونی که در غار حرا اومده بود، به شکل واقعی خودش روی صندلی بین زمین و آسمون نشسته، به اون عظمت و بزرگی خودش
4 سوی دنیا رو فرا گرفته بود. جبریل صدا زد ای محمد من جبریلم و تو رسول خدایی. پیامبر با شنیدن این صدا و با دیدن جبریل بار دیگه وحشت کرد. از اونجا دوید خودش رو رسوند به خونه و داد زد دثرونی دثرونی، منو بپوشونید منو بپوشونید. اینجا بود که آیات اول سوره مدثر نازل شد. یا ایها المدثر قم فانذر. در غار حرا اقرأ بود، ای مؤمن بخون. حالا که مؤمن شدی، خوندی، علم و دانش کسب کردی، کافی نیست. قم فانذر. وقت آرامش تموم شد، وقت راحتی تموم شد، بلند شو، بلند شو به بشریت رو بین بده از این کارهای ناشستی که میکنن. بشریت داره خودشو میبره به پرتگاه. بشریت رو برحذر دار. بشریت داره خودشو تو چاه میندازه. قم فانذر، بلند شو دستشو بگیر. این بشریت رو نذار که ضایع بشه. بیمش بده از نهایتی که داره واسه خودش، از قبری که داره واسه خودش میکنه. یا ایها المدثر. وقت راحتی تموم شد، وقت کاره، وقت تلاشه. قم فانذر و ربک فکبر. بزرگی و عظمت خدا رو در ذهن خودت بیار. بزرگی و عظمت خدا رو بدون. در کمال بزرگی و عظمت خدا خودت رو بشناس ای مؤمن. خدای بزرگی داری. و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر. همیشه پاک باش از پلیدی ها، از نجاست ها، نجاست های اخلاقی، نجاست های اعتقادی، از پلیدی های افکار و اندیشه ها خودت رو پاک گذار. با این روح بیا تو جامعه رو به سوی سازندگی، به سوی طهر، به سوی عفاف، عفت و به سوی خوبی ها دعوت کن و از بدی ها برحذر دار. این دومین پیام آسمان برای بشریته و این بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به خدیجه، به مادر مؤمنان، به اون زن بزرگ همیشه میگفتن که وقت راحت تموم شده خدیجه، الان وقت کاره. مؤمن راحتیش اون وقتیه که روحش از بدنش میاد بیرون و تو قبرش دراز میکشه. اون وقتی که دیگه میتونه تا دلش میخواد استراحت کنه و راحت باشه. این آغاز دعوت بود. البته قسمت پنهانیش آغاز دعوت پنهانی، امر از طرف الله متعال برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در شروع دعوت پنهانی. دیگه از اون استراحت ها، از اون آرامش دیگه خبری نبود و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم بار نبوت رو، مشکلات دعوت رو به دوش میگرفت و حرکت میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر شبهای آرام مکه رو مانند گذشته نداشت و باید به فکر امت و باید برای دعوت و برای جهاد و تلاش در راه الله خودش رو آماده میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه این آیات نازل شد شروع کردن به دعوت و ارشاد از اطرافیان خودشون و مردم مکه و آغاز دعوت پنهانی رسول صلی الله علیه و سلم بعد از نزول این آیات مبارکه. الله فاض حنیننا صلوا اولین کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دعوتشون رو با ایشون در میون گذاشتن حضرت ابوبکر صدیق بود. ابوبکر صدیق که 2 سالی از پیامبر کوچکتر بودن، یکی از عزیزترین و صمیمیترین دوستای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودن و ایشون رو خیلی خیلی خوب میشناختن و صداقت و صمیمیت خاصی با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داشتن. وقتی پیامبر خدا برای ابوبکر ماجرا رو تعریف کرد و گفت که چه در غار حرا اتفاق افتاده، ابوبکر با اون پیشینه‌ای که از پیامبر داشت فوراً ایشون رو تصدیق کرد و به ندای ایشون لبیک گفت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعدها میفرمودند که
من هر کسو به اسلام دعوت کردم یه قدم جلو گذاشت و یه قدم پشت و فکر کرد و اینا، مگر ابوبکر. تا با ایشون قضیه اسلام رو مطرح کردن فوراً مسلمون شد و بیشترین خدمت رو در راه دین ابوبکر صدیق انجام داد. ایشون هم یک تاجر ورزیده بودن در مکه مکرمه و خونهشون مجلس همه بازرگانا و تاجرا و کارمندا، دامدارا، اقشار مختلف جامعه با ابوبکر داد و ستد داشتن، با ابوبکر رابطه داشتن. ابوبکر هم از نظر علمی و فرهنگی و ادبی بسیار آدم پخته‌ای بود. همه قبایل عربی رو میشناخت، رابطه هاشون و وضعیتشون و وضعیت جغرافیایی منطقه رو آشنا داشت، وضعیت سیاسی منطقه رو خیلی خوب میدونست و قبایل و انساب عرب رو به بهترین وجه میدونست. در حرکت دعوت به اسلام با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه همراه بود و همیار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. این نور وقتی که در قلب ابوبکر تابش گرفت، ایشون هم فکر کردن که من چیکار کنم، برم بهترین افراد و ورزیدترین افراد جامعه، نخبگان جامعه، افرادی که با ابوبکر خیلی نزدیک بودن و ابوبکر اونا رو خیلی خوب میشناخت، از نظر عقلی، از نظر دانش و فرهنگ اونا رو خیلی خوب میشناخت، رفت که اونا رو به اسلام دعوت کنه. یکی از دوستاش عثمان بود. عثمان ابن عفان جوون 34 ساله‌ای بود که ابوبکر باش سلام علیک خیلی خوبی داشت. رفت ابوبکر عثمان یک گوشه کشید و گفت عثمان بیا که یک هدیه و یک مژده بسیار بزرگی واسط دارم و قصه پیامبر رو براش تعریف کرد. عثمان هم اومد و فوراً اسلام آورد. عثمان اون کسی است که با دو تا از دختران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، رقیه و ام کلثوم، ازدواج کرد و به همین سبب اسمش رو بهش میگن ذوالنورین، کسی که با دو نور خانواده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده بود. ابوبکر بعد رفت یه دوست دیگه ای داشت به نام عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف یک تاجر بسیار ورزیده ای بود، تقریبا حدود 30 سال عمر داشت. رفت و قضیه رو با ایشون مطرح کرد. ایشون هم با ذکاوت و عقل و اندیشه ای که داشتند فوراً ایمان آوردن و یکی از پایه‌های نخستین دعوت اسلامی بودند. در هجرت به حبشه، در هجرت به مدینه منوره شرکت داشتند. بعدها در مدینه در پایگذاری اقتصاد اسلامی نقش بسیار باریزی رو ایفا کردند. نفر بعدی که ابوبکر به فکرش رسید سعد ابن ابی وقاص بود. سعد نوجوانی 17 ساله‌ای بود و از پسردایی‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ابوبکر رفت با سعد حرف زد و موضوع رو با ایشون در میون گذاشت و سعد هم فوراً اسلام آورد. بعد ابوبکر به ذهنش پیش آورد که دیگه کی رو برم، یادش افتاد که زبیر ابن عوام اون نوجوان 12 ساله خیلی آدم زیرکیه ها. از زبیر پسر عمه پیامبر بود، پسر صفیه عمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که بعدها در غزوه خندق میبینیم که چه رشادت هایی مادر زبیر به نام خودش ثبت کرد. پیامبر رفت زبیر رو کشید یک کنار و قضیه رو باش مطرح کرد. زبیر هم که پیامبر رو خیلی خوب میشناخت فوراً اسلام آورد. بعد ابوبکر فکر کرد طلحه ابن عبیدالله، همون نوجوان 13 ساله، اون هم خیلی آدم زرنگ و زیرکیه. رفت پیش اون هم گرفت گوشه و دعوت رو باش مطرح کرد و ایشون هم اسلام آوردن. این 5 تن و بعدن هم مژده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به طلحه مژده بهشت داد در روی زمین. این 5 تن پایه‌های اساسی دعوت اسلامی هستند که اسلام رو نه از باب احساسات و خواهشات و نمیدونم فلان قبول کردن، بلکه از راه ایمان صادق و فهم و درست و تا آخر حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و تا آخر زندگی این افراد همشون مهره‌های بسیار قوی و نیرومندی بودند در ستون فقرات دعوت اسلامی. بعد از این افراد دیگه‌ای که از پیشگامان دعوت اسلامی میشه اونا رو نام برد، ابو عبیده ابن جراح بود. ابو عبیده ابن جراح اون کسیه که در احد میبینیم با دندوناش اون کلاهخودی که رفته تو صورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اونو میکشه بیرون، دندوناش شکسته میشن و در دنیا
مژده بهشت از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگیره، در هجرت شرکت کرد و یکی از شخصیت‌های بسیار بارز بود. ابو سلمه هم که از پسر عمه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، در بدر شرکت کرد، در هجرت حبشه، در هجرت به مدینه منوره. ایشون هم یکی از پیشگامان دعوت اسلامی هستند. عثمان ابن مظعون برادر شیری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم یکی از همین افرادی هست که در ابتدای اسلام به دعوت حق لبیک گفت. عبیدة ابن الحارث پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم یکی از افرادی هست که در ابتدای اسلام آورد. سعید ابن زید داماد عمر ابن خطاب همراه با خانمش فاطمه بنت خطاب هم از کسایی بودند که در پذیرش اسلام پیش قدم بودند. از جمله این افراد عایشه، اسما، دخترای حضرت ابوبکر خودشون، خانواده ابوبکر نقش بسیار بزرگی، عبدالله پسرشون، اینها از پیشگامان دعوت اسلامی هستند که در ابتدای اسلام خیلی نقش بسیار باریزی رو ایفا کردند. خباب ابن ارت، اون شخصیتی که در راه حق بسیار زجرها کشید و خودش رو یک معلم ورزیده‌ای بود که میرفت به بعضی از کسایی که تازه اسلام آورده بودن به اونا قرآن میآموخت. عبدالله ابن مسعود، صهیب رومی، بلال حبشی، سمیه ترکی، همه اینها از شخصیت‌های ابتدای تاریخ اسلام هستند. سمیه و خانواده‌اش، یاسر، عمار، برادر عمار، عبدالله، اینها همه از شخصیت‌هایی هستند که میشه اونا رو از پیشگامان دعوت اسلامی شمرد. اینها و افراد دیگر نقش بسیار بسیار بزرگی رو در پایه‌گذاری فکر اسلامی و عقیده و فرهنگ نوین اسلامی و بعد از اون فرهنگ و دولت اسلام در مدینه منوره ایفا کردند که مبارک باد بر این جوان مردان، این زحمت هاشون و خداوند از آنها راضی و خوشنود باد. رضی الله تعالی عنهم اجمعین. الله فاض حنيننا صلوا عليه. از جمله اولین افرادی که به ندای حق لبیک گفتند علی ابن ابی طالب بود. علی پسر بچه نوجوان 10 ساله‌ای بود که در خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی می‌کرد و چون فرزند آن حضرت پیامبر ایشون رو تربیت می‌کردند. ابو طالب وضع حال اقتصادی خوبی نداشتند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر قدردانی از اون زحمت‌هایی که ابو طالب برای پیامبر متحمل شدن، از ایشون خواستند که تربیت فرزندشون علی رو به پیامبر محول کنند و علی هم از خانه ابو طالب منتقل شد به خانه پیامبر و خدیجه و در طول زندگیش پیامبر رو از نزدیک شناخته بود. وقتی که آیات اولای قرآن کریم اومد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این آیات رو بر علی تلاوت کردن و دعوت رو بر علی پیشنهاد کردن، این بود که علی فوراً لبیک گفت و به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. و بعضی وقتا هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با علی می اومدن تو این کوه‌ها، تو این دره‌های اطراف مکه و نماز می‌خوندند. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق رضی الله عنهم در دشتی که حرکت می‌کردند، در کوهپایه‌هایی که می‌گشتند، به گله‌ای رسیدند که نوجوانی اون گله رو داشت هدایت می‌کرد و چوپان اون گله بود. از ایشون پرسیدند که آیا شیری وجود داره در این گله، گوسفند شیرده‌ای هست که ما از اون استفاده بکنیم؟ اون جوان امانتدار فرمود که اینها پیش من امانتن. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا گوسفندی هست که در بین اینها شیر نداشته باشه؟ اون اشاره کرد به یکی از اونها، گوسفندی یا بزی، و رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن دست خودشون رو به سینه اون حیوان زدن و پر از شیر شد، جوشیدن، کلماتی رو به زبان آوردن که این نوجوان داشت اونجا گوش میکرد. وقتی که این کلمات رو به زبان آوردن، پستان اون پر از شیر شد، شیر رو دوشیدن و بعدا هم خودشون تناول فرمودن، هم به ابوبکر صدیق دادن و بعد دوباره دست کشیدن به پستان، به حالت اول بازگشت. عبدالله بن مسعود، این نوجوان برومند، این لحظه رو که دید تعجب کرد و پرسید آیا این کلمات رو به من هم یاد میدید تا از اونها استفاده بکنم بعداً؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم دست روی شانه مبارکش گذاشتن و فرمودند تو نوجوانی هستی که امتی رو درس خواهید داد.
بعداً عبدالله بن مسعود از اولین کسانی بود که مشرف به ایمان شد و از بزرگترین فقهای صحابه قرار گرفت به برکت بشارت رسول صلی الله علیه و سلم و استاد صحابه عصر خود گردید. زید بن حارثه جوونی 25 سال بود که در خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بزرگ شده بود و اهل مکه اون رو میگفتند زید فرزند محمد. و تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قصه اسلام و اومدن جبریل و قصه غار حرا رو برای زید تعریف کرد، زید صداقت و راستی رو در چهره مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خوند و فوراً گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک یا محمد رسول الله و زید مسلمون شد. زید چطور به خونه پیامبر رسیده بود؟ اصلا زید در کوچیکیش با مادرش تو سفری بود که مجموعی از راهزنان حمله کردند و اونو دزدیدن. بعدش آوردن در سوق، در بازار آدم فروش ها در مکه مکرمه اونو فروختن و در بین افرادی اون رو خریدن تا آخرین کسی که خریده بود برادرزاده خدیجه بود، حکیم ابن حزام. حکیم هم زید که بچه کوچیکی بود رو هدیه کرده بود به عمش خدیجه. خدیجه هم بعداً زید رو هدیه کرده بود به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پدر زید در هر سو شعر می نوشت و تبلیغات و حرف می فرستاد، هر سو که دنبال بچهش بود، تا اینکه بهش خبر رسیدن که بچه‌شو در پیش یکی از اشرافیان و یکی از نبلا و اشراف مکه که محمد نام داره در مکه دیدن. ایشون هم از اونجا با برادرش یه مبلغ بزرگی از پول جمع‌آوری کردند، اومدن به مکه، اومدن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو پیدا کردند و اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتند که این پسر بچه منه و من میخوام که شما به هر قیمتی که میخواید ما حاضریم که بدیم بچه خودمون رو از شما بگیریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خب نمیخواستن قلب زید رو بشکنن، گفتن که خب من یه پیشنهاد بهتر از این واسه شما دارم، زید رو میگیم اگر حاضر شد با شما بیاد خب من از شما پولی هم نمیخوام، اما اگر حاضر شد پیش من بمونه من کسی نیستم که کسی که منو دوست داره میخواد پیش من بمونه از خونم بیرونش کنن. اونا گفتن به 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 چه کرم و سخاوتی، قبول. و زید رو صدا زدن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدن زید اینا رو میشناسی؟ زید هم خوشحال هر دوتا رو تو بغل گرفت، گفت بله پیامبر این پدرمه، این عمومه. گفت خب پدر و عموت اومدن دنبالت، اگر میخوای با اینا بری بفرما. پدر هم گفت که زید پسرم ما اومدیم خواستیم که شما رو به هر قیمتی شده از محمد بخریم. محمد یه پیشنهاد بهتر از این داد، گفت که اگر شما میخوای با ما بیایی اصلا از ما پولم نمیخواد. زید ناراحت شد، گفت که نه، بله من پدرم رو دوست دارم، خانوادم رو دوست دارم، اما محمد رو بیشتر دوست دارم. زید بین دو اتفاق بود، بین این که آزادی و دوری از محمد یا حتی اسمش بذاری بردگی در کنار محمد. بردگی در کنار محمد برای زید خیلی عزیزتر بود. گفت که من میخوام که پیش محمد بمونم، نمیخوام که با شما بیام. من از این مرد چیزهایی دیدم، در این مرد صفاتی دیدم که با هیچ چیز عوضش نمیکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم خوشحال شدند، دست زید رو گرفتند، اومدن جای کعبه و اینجا گفتن ای قریشیان همه بدونید که این زید پسر منه، از این به بعد زید اسمش زید ابن محمده و اگه من مردم از من میراث میبره و اگر اون مرد من ازش میراث میبرم، مثل پسرمه. این عادتی بود در بین عرب ها، عادت تبنی که بعداً اسلام این رو نقض کرد و بار دیگر زید اسمش شد زید ابن حارثه. و این خب از زید ابن محمد بازگشتن به زید ابن حارثه بسیار بسیار برای زید سخت بود. واسه همین بود که قرآن اسم زید رو در کلام یزدان ذکر کرد و تنها صحابی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که اسمشون صراحتاً در قرآن اومده هم زیده. افرادی که در آغاز دعوت به نبی رحمت لبیک گفته بودند، در همان ابتدا دریافتند که مسئولیت دعوت به سوی رستگاری و هدایت بشر تنها مسئولیت پیامبر نیست و هر بینایی
باید در فکر نشان دادن راه به گمراهان باشد. ابوبکر صدیق از همان ابتدا فعالیت خود را در بین خویشان و دوستان خود آغاز نمود. افرادی چون عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، طلحه بن عبیدالله، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن مزعون، ابو عبیده ابن جراح، ابو سلمه ابن عبدالاسد و ارقم ابن ابی ارقم از جمله افراد بودند که به دعوت ابوبکر لبیک گفتند. در کنار جوانان آگاه و اندیشمند قریشی، زیر دستان چون بلال ابن رباح، صهیب ابن سنان، عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه از جمله اولین اشخاص بودند که به اسلام گرویدند و در کوتاه مدت این عدد از مرز 50 تن تجاوز کرد. فعالیت این افراد به صورت پنهانی مدیریت می شد. آنها خانه نوجوان 16 ساله قبیله بنی مخزوم که علمبردار جنگ بر علیه اسلام بود را برای تجمع و آموزش تعلیمات ابتدایی دین انتخاب نمودند. خانه ارقم ابن ابوالارقم، نوجوانی که کسی از اسلام او اطلاع نداشت، بر روی کوه صفا در کنار کعبه و در میان خانه های بنی مخزوم قرار داشت و کسی تصور نمی کرد که مسلمانان چون این جایی را برای جلسات سری خود انتخاب کنند. خانه ارقم در واقع یک مقر فرماندهی بود برای مسلمان ها. قبل از این فکر و اندیشه داشتن خانه ارقم یک نیاز اون زمان بود، بدین صورت که یه روزی مسلمون ها، به هر حال مسلمون ها در پنهانی هر جا نماز خودشون رو میخوندن، عبادت های خودشون رو میکردن. بعضی وقتا هم میشد که کسایی اونا رو میدیدن. برای مکیان زیاد مهم نبود که محمد مصطفی بره یه گوشه عبادت کنه و به هر حال از این گونه افراد رو قبلا هم دیده بودن. افرادی که به اصطلاح میگفتند که ما بر دین ابراهیم علیه السلام هستیم و بت پرستی نمی کنیم و اخلاق خوبی داشتند و از این حرفها. مال حرام نمیخوردند، کار بد نمیکردند، شراب نمیخوردند، فاحشه‌گری نمیکردند، کارهای فاسد نمیکردند و از نظر اخلاقی نمونه خوب بودند. خب محمد هم یکی از اونها باشه واسه قریشیان هیچ مشکلی نبود. اما وقتی دیدن نه، این دعوت داره منتشر میشه، تو هر خانه‌ای میرسه. مسلمان‌ها یه روزی سعد بن ابی وقاص و گروهی از مسلمان‌ها رفته بودن تو یکی از این دره‌های اطراف مکه و اونجا داشتن نماز میخوندن. گروهی از قلدرای قریش رسیدن، آقا شما اینجا چیکار میکنید؟ گفتن به شما چی؟ چیکار میکنیم؟ درگیر شدن بین اینا. سعد هم یک استخون شتری اونجا افتاده بود، چانه شتری بود، جمجمه شتری بود، زد به سر یکی از اینها و سرشو شکون. اینجا بود که دیگه مسئله داشت کم کم داغ میشد. در این اثنا مسلمان‌ها فکر کردن ما باید یک خانه تیمی واسه خودمون داشته باشیم. خانه تیمی همون خانه ارقم ابن ابی ارقم بود که یک جوان 16 ساله‌ای بود و این خانه تیمی در حقیقت هدف این بود که مسلمان‌ها در اونجا جمع می شدن و قرآن رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرا می گرفتن. یعنی بگو که پایه و اساس اولیه یک دانشگاه و یک مدرسه و یک آموزشگاه اسلامی. خب مسلمان‌های جدید که می اومدند از مسلمان‌هایی که قبلا اسلام آورده بودند چیزایی یاد می گرفتن، عدد بیشتر می شد. خب و در اینجا که با هم می نشستند، با هم گفتگو می کردند، مشکلات همدیگه رو سعی می کردند حل کنند، با هم می نشستند، می گفتند در هر منطقه از مکه چه خبره، در هر قبیله، در هر خانواده از این قلدرها اینا چه نقشه ها و توطئه هایی با هم کشیدند. اینا رو می آوردند اونجا بررسی می کردند. یک مرکزی بود برای به اصطلاح مطرح کردن مشاکل یکدیگر و دلداری دادن به یکدیگر، کمک کردن به یکدیگر، مشوره کردن در برنامه هایی که دارند و یک درسی واسه ما
و واسه مؤمنان در هر جایی که هستند. اگر شما واقعا زیر فشار هستید، نمیذارن در فلانجا شما مسجد داشته باشید، نمیذارن در فلانجا شما کار اسلامی خوبی داشته باشید، فعالیت‌های خوبی داشته باشید، اینجاست که وظیفه هر یک از ماست که خونه خودمون رو دار ارقم کنیم یا یه مرکزی واسه خودمون به عنوان یک خانه تیمی، یک داری برای آموزش، برای رسیدن به مشکلات خودمون، برای مشوره کردن در برنامه‌هایی که داریم داشته باشیم. اونهایی که مینالند از این که مسجد ندارن از دار ارقم یاد بگیرن و خونه خودشون، هر مؤمنی خونه خودش رو در این کشورهایی که به مسلمان‌ها ظلم میشه، به اهل توحید ظلم میشه، زیر فشار قرار میگیرن، جا داره که هر یکی خونه خودش رو دار ارقم کنه. درسی است که از دار ارقم ما یاد میگیریم.